هنوزم برای اینکه دو تا چهره رو با هم جابجا کنی از این روش استفاده میکنی؟ کاملا اشتباه. بیا تا بهت راه درستش رو یاد بدم. اول از همه با ابزار لثه تول دور چهره‌ت رو انتخاب بکن. بعد با ابزار موو اون رو روی تصویر اصلیت انتقال بده. حالا کنترل تی رو بزن تا بتونی تصویر رو تو جای مناسبش جایگذاری کنی. سعی کن چشم‌ها، بینی و لب‌ها دقیقاً روی تصویر اصلی قرار بگیرن. حالا با نگه داشتن دکمه کنترل لایه بالایی رو انتخاب کن. از تب سلکت گزینه مودیفای و گزینه کانترکت رو انتخاب کن. توی این قسمت حواست باشه توی کادر عدد 10 رو قرار بدی. حالا لایه زیری رو انتخاب کن و دکمه دیلیت رو بزن. توی این مرحله با نگه داشتن دکمه کنترل همه لایه‌هات رو انتخاب کن. از تب ادیت این گزینه رو بزن. حواست باشه که این سه تا گزینه تیک داشته باشه. حالا تایید کن و نتیجه کار رو ببین. چطور شد؟ هر جاش که سوال داشتی تو کامنت ها ازم بپرس.